شهرش گوهری تابانی هنر که من از میدی یاری کردم اشک از می جشش قطار کردم که من از میدی یاری کردم اشک از می جشش قطار کردم تاجیکم حرفای جای شیره دارم تاجیکی گرتای گل دوزی رنگی بخورم تاجیکی گلی خندان منی ماهی تاباد منی گلی خندان منی ماهی تاباد منی چشمکای تو زیبا گشته بدامی منی در خیرمنی بلجوان کرته چکن مرقصد برده دیل و جانی ما جان در بدن مرقصد برده دیل و جانی ما جان در بدن مرقصده دختر رومال میبست رومالی شال میبست صدقه شوم به نازاش با صد خیال میبست صدقه شوم به نازاش با صد خیال میبست لحنی صاف و پرشرر دارد زبانی تاجیکی لحنی صاف و پرشرر دارد زبانی تاجیکی من هم یک مادر امی آب را دیده به حد خرسند شدیم چون که آب آبادیه پروردگار شکر آب آبادی تاجیکستان میکنیم الا همیشه صلح باشد دوستی باشد در بالای سر جناب عالی محترم باشد و ما اینقدر صلح آورد و ما تینج امانی زندگی داریم فیض برکه در خاندانو هسته و باز یک بار دیگه شکر این استقلال شکر آبادی شکر آمده اینه ما هم چون هم اینجا مادران به همین شخص های در همین جبوده به این آوردگی رحمت به پایان میگوییم و آرزو دارم که دائما صلح در روی دنیا صلح شود مورک باشد همه مورک باشد و همه ما مورک باشد این پیش از همه روزی زبان است زبان دولتی ما زبان مادری ما زبان ترکی ما مقام دولتی بود این باعث افتخار ما بود در همین عرفه جشن ناحیه بلجوان بیشتر که شما آگاهی دارید مفتی نقشه ترابینو بخیر بخشی پنجابی صورت دولتی جمهوری کردستان زیاده از 50 تا انشاءات هست که ما نقشه کردیم باید به استفاده کنیم در مهلت‌های معین شده و همین خاطر امروز باعث افتخار ما است که در همین محله شما در جماعت حیات بلجوان باز هم یک انشاءات نو حاضر زمان یعنی که از همه مهم انشاءاتی که مردم اهالی ناحیه را با آب نوشابه تامین میکنند چطوری که ما شما بگو هستیم قدنامه‌های سازمان ملل متحد با پیشنهاد محترم پیشوای معظم ملت 5 تا قدنامه است که در ساحه آب است باعث افتخار است که امروز ما در همین روز مقدس یعنی جشن عید زبان ما یک تا انشاءات یعنی خط آب نوشابه را افتتاح کردیم در برابر این انشاءات دیگری که ما افتتاح میکنیم امروز همین آمفی‌تئاتر مرکزی ناحیه است سالهای طولانی بودیم در ناحیه بلجوان ما یگان شرایط خوب هم نداشتیم یگان جای مهمان قبول کنی هم نداشتیم شکرانه از استقلالیت میکنیم شکرانه از پیشوای معظم ملت میکنیم
همه انمی در اصل در خصوص پروژه اساس‌گذار کل وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امالی رحمان است و همزمان راهبر گروه کورکی نماینده حکومت جمهوری اسلامی در ناحیه بلجون رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری اسلامی محترم دولت‌زاده نصرت‌الله مقیم است. ما شما ناز می‌دونید یک شخصیت بزرگی است که چقدر سهم گذاشتن برای آبادی انم دیار برای آبادی ما و شما. شخصا از نام خودم و از نام حکومت جمهوری اسلامی از نام راهبریت مقام اجرایی حکومت دولتی ولایت ختام همه شما را با این روز مبارک تبریک میکنم. آرزوی را دارم که هیچ وقت غم و درد نبینید. در کجای باشید تنسیت باشید، خانه آباد باشید، راحتی فرزندکاتون نبینید. مبارک شد. همه کسا سرجمونه اگر که شما بونید همسایه ما، همشهری ما، خوجای ما مبلغی که صرف کرده جمع کرده بود برای خراجات سفر حج انا را خرج نمود در همین مشوار پرمکنی چوی آموزی کرد. با شرکتی که در اینجا هست وجود دارد در انجادی همین مشوار تا ساخت رستوران باید افتخار با شما سلامت باشید. ما شما را نمیدونید شاید نمیدونم شما سلامت باشید. Bastan şimdi lazım değil. Bu olarak şahit yaşımızda. درود و سلام ما نشارت آباد محترم رئیس مهمانان عزیز حاضرین گرامی واقعا هم زبان ملی آینه پرجلوی تاریخ جهان معنوی و خیرت و معرفت هر یک خلق و ملت به شمار می رود. با این مقصد 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و این سحنه رسما روز زبان دولتی اعلام گردید و از سال 2009 تا این جانب ارسال در وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال 5 اکتبر همچون روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با تنتنه جشن گرفته می شود و امروز مردم سربلند ناحیه بلجوان چون دیگر شهر نواحی جمهوری روز زبان دولتی را در یک فضای آرام آسایشته و افتخار از وطن و وطنداری جشن گرفته ایستادند. حاضرین گرامی همچنین باعث افتخار است که امروز در تجدید روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه یکچند انشاءات‌های حیاتا مهم از جمله در مرکز ناحیه برای در سطح بلند برگزار نمودن چهاربینی نهاد سیاسی و فرهنگی بینای آمفی‌تئاتر مورد استفاده قرار داده شد که عین حال روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در این مؤسسه فرهنگی با استفاده از همه شرایط‌های مهیا گردیده برگزار شده ایستاده است. حاضرین گرامی قسمت تنتنوی چهاربینی امروزه را بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان گشاده اعلام می‌نمایم. سخن را با کمال احترام به رئیس ناحیه بلجوان محترم سفرزاده بختیار غنی می‌دهم. برام همدیاران عزیز حاضرین انجمن و همگان معلوم است که 5 اکتبر همچون روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر کشور عزیزمان تجدید می‌گردد.
این جشن از سالهای شورای موقع و نفوذ فرصت خود را در بین دیگر جشن‌ها کسب کرده بود. با شرافت صاحب استقلال گردن جمهوری تاجیکستان توجه پیشروی ملت مطلع آمدی رحمان و رکنهای دولتداری از جمله زبان تاجیکی مخصوص گذارنده شد، چونکه زبان یکی از عنصرهای موجودیت دولت و شمول مؤلفه‌گر فرهنگ و تمدن دولت‌ها به حساب می‌رود. با روی کار آمدن قانون جمهوری تاجیکستان از 5 اکتبر سال 2009 درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تقلیل این سال مبارک 5 اکتبر مقرر گردید. این روز ما و شما روز زبان در رویه افتخار از ارزش‌های فرهنگی ملی و همچنین به همان مقدسات ملی از جمله زبان دولتی در زمان دولتداری ملی تجلیل می‌نماییم. اما این باید در خاطر داشته باشیم که زبان تاجیکی در همه دور تاریخ خلقمون نشانه بیای هستی ما و عملی مهمترین حفظ میراث کمال‌نظیر گرانمایه اجدادی نکرمان خردمندان بوده است. این زبان زبان صلح و دوستی، مهر و محبت و صداقت برادری است. گذشتگان ما این زبان خویش را محض با همین صفت‌های عالی آن ستایش کرده‌اند. باید قید کرد که در این روز به‌نهایت خرسندی روز شادی اینچنین ما تجلیل می‌کنیم روز معلمان را، روز استادان. هر یک ما به استاد با یگان مقامی نرسیدیم، با یگان منصبی نرسیدیم، در حیات در زندگی سنگ استادان بیاد بسیارد، بیاد نظره رسید. در زندگی کار و فعالیت ما سنگ ارزنده خود را گذاشته‌ام. من از صمیم قلب استادان گرامی را در این روز بیاد خاتمه تبریک آرزومند هستم و در انجام سخن روز زبان را با تمام مردم شریف تاجیکستان و هموطنان عزیزم در خارج کشور از شما حاضرین ارجمند صدقاً تبریک گفتم. برای هر یکی شما بخت و سعادت و در کار و زندگیتون سربلندی و پیروزی آرزومند هستم. تشکر و دقتتون. زبانی مد شد دریایی دمان است بخرش گوهری تابانی هنر زبانی تز بور و ترزی الماس سیروهی جاویدانی تاجیک هنر زبانی تز بور و ترزی الماس سیروهی جاویدانی تاجیک هنر زبانی ها مایسی نهی اخی زبانی حالی شرقی بستانه نواهی اندل بی طبیعفی کلامی سعدی شیری زبانه نواهی اندل بی طبیعفی کلامی سعدی شیری زبانه کلامی سعدی شیری زبانه کلامی سعدی شیری زبانه
حرفای جای شیرین دارم تاجیکی گرده گل دوزی رنگی بهارم تاجیکی گرده گل دوزی رنگی بهارم تاجیکی من زنم با تاری مباری لطفت میکشم من زنم با تاری مباری لطفت میکشم دیفلکم رو پرورم من در کنارم تاجیکی دیفلکم رو پرورم من در کنارم تاجیکی یاری جانی من گه مثلی اصل گه دواد باک میدونم سیریشتی پاکی یارم تاجیکی باک میدونم سیریشتی پاکی یارم تاجیکی روی نامیشک میرزد شکر حرفی مرا روی نامیشک میرزد شکر حرفی مرا شعرهای جوهری شب زنده دارم تاجیکی تاجیکم حرفای جای شیرین دارم تاجیکی گرده گل دوزی رنگی بهارم تاجیکی گرده گل دوزی رنگی بهارم تاجیکی گرده گل دوزی رنگی بهارم تاجیکی
شهد و شکر دارد زبان تاجیکی، قیمتی دور و گوهر دارد زبان تاجیکی. لفظ تاجیک از زبانان جهان ارزنده تر، لذت و بوی دیگر دارد زبان تاجیکی، لذت و بوی دیگر دارد زبان تاجیکی. شناسی قیمتی قدر و زبانی خش را، شعله شمس و قمر دارد زبانی تاجیکی. چون زبان پاکی زبان شد زنده می دارد تو را، در سخن رنگی دیگر دارد زبانی تاجیکی، در سخن رنگی دیگر دارد زبانی تاجیکی. میکنم شکرانه این دولتی صاحب زبان، راهبری میراث بر دارد زبانی تاجیکی. اندله به درگلی ستانی سخن شد واحدی، لحن صاف و پرشرر دارد زبانی تاجیکی، لحن صاف و پرشرر دارد زبانی تاجیکی، لحن صاف و پرشرر دارد زبانی تاجیکی.
تشکر زیاد. حاضرین گرامی، سخن را با کمال احترام به سابقه‌دار مهنت سفر غنی میدیم. مرحمت. امروز بسیار خرسندم و بی‌ندارم که همچون یک شهروند لایه تنورمالی رئیس شورای وزرا کاتب یک کمیته کمیسیون نویا وکیل مجلس وکلای خلق نویا در چورابینی یکی از نویاهای وزیر زیبا جوانترین جمهوری در برجام است. هزار بار می‌ندارم از رئیس اول شکل پروردگار میکنه، دوم شکل همین سرزمین، همین آبادی، همین خاک وطن میکنه، سومی که همین استقلالیت بود، همین وحدت بود که ما به این روزهای نیک رسیدیم. من هم زیاد میتونم یک بچه که همین برجانیم در بیگل تولد شدن تا سی بسیر همجا خوندم، یک سنگا بود دیگه در نتیجه اینقدر خدمت‌های یکی از شخصیت‌های بزرگ دنیا، اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز بر جان یک گلگشکار شد. وقتی ما در آنجا نشستم تمام حیات گذشته ما پیش رو اومد. اینقدر انسامبل زیبای برجام، اینقدر جوان مردا و دخترها هم نکنم، اینقدر نقص بغامت هم معلمان با روز زبان، با روز یکی از شخصیت های مشهور دنیا روز تولد سرور دولت ما امام علی رحمت